یه روز صبح تصمیم گرفتم که کیک صبحانه برای خودم درست کنم. برای همین رسیپی که تو ذهنم داشتم و قبلا استفاده کرده بودم و شروع کردم به درست کردن. تخم مرغ و شکر و وانیل رو قاطی کردم و با همزن برقی زدم. اونقدری به زدن ادامه دادم تا یه حالت سفید و کرم رنگ پیدا کنه. بعدم شروع کردم به اضافه کردن روغن، شیر و آرد. البته به آردم بیکینگ پودر رو اضافه کردم و چون دوست داشتم که کیکم کشمشی باشه کشمش رو هم قاطیش کردم. حدود 2 پیمانه و نیم آرد شیرینی پزی استفاده کردم. موادم که یک دست شد توی قالبم روغن ریختم، آرد بهش اضافه کردم که موادم بهش نچسبه و کیک موقع پختن به قالب نچسبه. در انتها هم یه مقدار گردو بهش اضافه کردم و از اونجایی که من فرن نداشتم توی قابلمه‌ای که از قبل گرمش کرده بودم و آمادش کرده بودم مثل فرن قالبم گذاشتم تو روش. بعد از 20 تا 25 دقیقه کیکم آماده شد. گذاشتم سرد شد و از قالب درش آوردم. بد نشد، به نظرم ایده خوبی بود. شما امتحانش کنید.